برای سلام علیکم بفرمایید. سلام آقای انصاری، وقتتون بخیر، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمد هستم از شیراز. آقای محمد از شیراز. آقا محمد، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم یکیشون رو انتخاب بکنید اگر دوست دارید صحبت بکنید. والا آقای انصاری، من همین در زمینه آیاتی میگن مال قدیر و خمه یه سوالی داشتم. من سواد مذهبی هم ندارم. بفرمایید. آقای انصاری، اینا که مثلا میگن یه آیات در مورد امامت منصوص حضرت علی هست، حالا ذهن به قول معروف ناقص من این سوال براش مدرش چه عیبی داشت؟ مثلا مثل آیه 37 احزاب که اسم صحابی زید اومده رضی الله عنه، اسم حضرت علی مثلا هم که میگه بلغ ما انزل الیک، مثلا میگفت آقا ابلاغ کن، آقا ابلاغ کن، علی امام من عند الله هست. بله. چرا این چیه نگفته؟ درست. یه سوالی هست برای من، ای دوستان شیعه اگه میشنون بیان جوابم بدن. چرا مثلا محمد رسول الله رک، اصل نبوت، لا اله الا الله رک، اصل توحید، معاد، بهشت، جهنم، یوم القیامه رک، اینا همش واضح. درست. به یکیشون گفتم آقای انصاری، گفت خود تعداد رکعت نماز هم نمیده. گفتم با رکعت نماز خو رکن دینه، اصل دین نیست. باز دوباره همون رکن دین اقیم الصلات هم چند جا اومده نیومده؟ بله درست. خب یعنی همون رکن دین هم او کلیش اومده. درست. حالا چه عیبی داشت الله جل جلاله آقا رک میگه آقا علی امام من عند الله، دیگه نه دعوایی میمون نه جربه‌ای میمون، رک ثابت، یه سند جاویدانم تا آخر بشریت میمون، دیگه هیچ جای دعوایی هم نداشت. چرا این قضیه نیومده؟ ایلت کنن یا شما جواب من بده یا بنده خدا. چشم باشه، حتما انشالله. تشکر. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. ببینید برادر عزیز گرامی، من اینجا آیه 222 سوره بقره رو من خدمتتون نشون بدم. البته حضور میخوام چون در باب جواب سوال برادر عزیزمون هست. یکی از مطالبی که در قرآن کریم در موردش صحبت شده منتها خیلی سریع و آشکار، قضیه عادت ماهانه خانم هاست. در آیه 222 سوره بقره الله سبحانه و تعالی احمد جان نشون بده در اینجا خیلی مفصل، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. در اینجا میگه که ای پیامبر، از تو درباره حیض یا عادت ماهانه زنان میپرسند، بگو آن پلید و زیانبار است، پس در حالت قاعدگی از زنان کناره‌گیری کنید و به آنها نزدیکی نکنید تا پاک شوند. الی آخری در اینجا در مورد غسل بعد از عادت ماهانه این مسائل رو صحبت میکنه تا آخر آیه. این امامتی که اینها ادعا میکنن برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، از همین مسئله هم ارزشش پایین‌تر بوده، به خاطر همین یک آیه در قرآن نیومده. یک آیه میومد که یسألونک عن امامت علی، از تو میپرسن در مورد امامت علی، امامت علی این است و سلام. امروز نه شیعی بود، نه سنی بود، نه جنگی بود، نه درگیری بود، همه آمنا سلمنا، تموم شد رفت. اما این مسئله به اندازه بی ارزش بوده پیش الله سبحانه و تعالی که حتی یک آیه هم در قرآن در این مورد نیاورده. این اولا. ثانیا در نزد سیدنا علی هم این مسئله چندان مسئله با ارزشی نبوده. من خدمت شما نشون میدم، این کتاب نهج البلاغه است، احمد جان نشون بده. اینم شناسنامه‌اش در ایران هم چاپ شده. در اینجا در مورد بیعت با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، وقتی که اومدن میخواستن با ایشون بیعت بکنن، حالا ببینید جنگ از درگیری از سالها حضرت علی
برای امامت و برای خلافت صبر کرده، تحمل شکنجه و همه چیز. الان مردم اومدن میخوان با حضرت علی به عنوان خلیفه بیعت بکنن. بعد حضرت علی ناز میکنه، نه من نمیخوام که امام بشم، من نمیخوام خلیفه بشم. این علی که اینها دارن برای مردم معرفی میکنن ها، داره که نه امامتی وجود داشته و نه خلافتی وجود داشته و نه نصی بوده در این مسائل. مردم حالا جمع شدن از همه مدینه، یا علی بیا که ما با تو بیعت بکنیم در مورد خلافت. علی چی میگه؟ میگه که دعونی والتمسوا غیری، منو رها بکنید و کسی دیگری رو برای خودتون انتخاب بکنید. تا آخرش که میگه که و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، این که من وزیر باشم برای، همونطوری که برای ابوبکر و عمر بود، این که من برای شما وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم. خب این الان ما میریم، من ترجمه کاملش هم بخونم که بعد بگن که اینو چیز نکرد. میگه مرا واگذارید پس از قتل عثمان آنگاه که مردم هجوم آوردند، ترجمه خطبه 92، مرا واگذارید و دیگری را به دست دارید، زیرا ما به استقبال حوادث و اموری می رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز است و چهره های گوناگون دارد و دلها را بر این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار نمی ماند. چهره افق حقیقت را در درون، اینجا تحریف کردن، در درون دوران خلافت سه خلیفه ابرهای تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید اگر دعوت شما را بپذیرم، بر اساس آنچه که میدانم با شما رفتار میکنم و به گفتار این و آن و سرزنش کنندگان گوش فرا نمیدهم. اگر مرا رها کنید چون یکی از شما هستم که شاید شنواتر و مطیعتر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم، در حالی که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبرتان باشم. بابا حضرت علی مگر به دل تو هست؟ مگر اینکه تو بخوای هرچی که مثلا بخوای خلافت رو بگیری، بخوای که خلافت رو رها بکنی، هرچی دوست داری باید انجام بدی؟ الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در سوره احزاب آیه 36، مگر نمیگید که خلافت و امامت از طرف الله سبحانه و تعالی امر شده؟ مگر نمیگید که هر کس امامت علی رو قبول نکنه کافر و مرتد است؟ مگر نمیگید که همه موجودات حتی طلا و کوه و سنگ و آب و همه چیز ولایت علی رو قبول کرده؟ علی ولایت خودش رو قبول نداره، امامت خودش رو قبول نداره. در نهج البلاغه میگه دعونی والتمسوا غیری، آقا منو ول کنید کسی دیگر رو انتخاب بکنید، من دوست ندارم که خلیفه بشم. انی لکم وزیرا خیر منی امیرا. در حالی که الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 36 میگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را شایسته نیست که هنگامی که الله و پیامبرش کاری رو حکم بکنن که ای علی تو باید خلیفه باشی، بعد بیا چی؟ آقا من نمیخوام خلیفه بشم، من نمیخوام امیر بشم، من میخوام وزیر بشم. مگه دست تو هست؟ امر شده، پیامبر ادعا میکنن که به خاطرش بلغ ما انزل الیک در غدیر خم، بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای محمد ابلاغ بکن امامت علی رو، اگر ابلاغ نکنی رسالتت ابلاغ نشده. اینطوری میگید، اینطوری این آیه رو ترجمه میکنید. نه، پیامبر این همه زجر کشید، زحمت کشید، 23 سال، آخرش هم اومد خلافت حضرت علی رو ابلاغ کرد. روزی هم که مردم میخوان با جناب ایشان بیعت بکنن، دعونی والتمسوا غیری انی لکم وزیرا خیر منی امیرا. مگه مسخره است؟ مگه بچه بازیه؟ این علی است که شما دارید برای مردم معرفی میکنید. تنها یک جا که نیست. حالا برید در روایت دیگری در خودم این نهج البلاغه، من خدمتتون نشون بدم. این روایت رو ببینید. نهج البلاغه امام علی، شناسنامش اینم در اینجا. قال عبدالله بن عباس، عبدالله بن عباس روایت میکنه دخلت علی امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین وارد شدم، یخسف نعلی، داشت کفششو میدوخت. فقال لی ما قیمت هذا النعل، قیمت این کفش چقدره؟ فقلت لا قیمت لها، گفتم که هیچ قیمتی نداره. فقال علیه السلام، گفت علیه السلام والله لهی احب الی من امرتکم الا ان
اقیم حقا او ادفع باطلا. والله که این امامت و امارتی که من به شما دارم ارزشش از این لنگ کفشم پایین تره. امامتی رو که پیامبر این همه براش زحمت کشیده، خداوند اون ابلاغ گفته، امر کرده که ابلاغ بکن، این همه سیارات و کواکب و جن و انس و حجر و شجر به خاطر این ولایت از روز آدم علیه السلام تا الان، به خاطر عدم قبول این ولایت طبق روایت های اینا یونس به شکم ماهی رفت و ابراهیم در آتش انداخته شد و فلان و الان آخرش هم عدد میگه از این لنگ کفش ارزشش برای من پایین تره، مگر اینکه حقی رو برپا کنم و یا باطلی رو از بین ببرم. این از این روایت. در روایت بعدی دوستان عزیز نهج البلاغه رو نشون بدن. این نهج البلاغه است، اینم شناسنامش، اینم در اینجا چی میگه؟ در خطبه 205 والله میگه والله ما كانت لی فی الخلافة رغبه، میگه من والله رغبتی به این خلافت نداشتم، ولا فی الولایت اربه، و این دلبستگیم به این ولایت بر شما نداشتم، ولکنکم دعوتمونی الیها، ولیکن شما منو صدا کردید که بیا امیر ما شو، بیا امام ما شو، بیا خلیفه مسلمان ها شو، و حملتمونی علیها، و منو برداشتید به اصطلاح حمل کردید به طرف این. حضرت علی میگه که من رغبتی به این خلافت نداشتم. خداوند گفته که ای علی تو باید خلیفه بشی، باید جانشین پیامبر بشی، باید امام بشی. حضرت علی میگه نه من رغبتی ندارم، من انسان زاهد و پرهیزگاری هستم، من اصلا نمیخوام اصلا خلیفه بشم. این چه دینیه؟ این چه مذهبیه؟ این چه ادعای بزرگیه که میکنید که امامت و ولایت و فلان؟ و حضرت علی میگه که من رغبتی به این خلافت و به این ولایت ندارم. قسم حضرت عباس رو قبول بکنیم یا دم خروس رو؟ حرف حضرت علی رو قبول بکنیم یا ادعای شما رو؟ حرف حضرت علی رو قبول بکنیم یا غدیر خم رو که ادعا میکنید؟ آیا علی از اون آیه سوره احزاب خبر نبود که وقتی که الله و رسولش چیزی رو میخوان، مسلمان مؤمن حق نداره که پیش خودش یک خواسته های شخصی خودش رو به اصطلاح مطرح بکنه؟ اینا سوالایی است که باید جواب بدن شیعیان، باید فکر بکنن در موردش. چرا موضوعی به این بزرگی در قرآن؟ بعد اومدن چیکار کردن؟ وقتی که این سوالات طبعا برای عقل سالم هر انسانی مطرح میشه، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو نازل کردیم، ما از این قرآن رو حفظ میکنیم. اومدن گفتن اینجا که گیر کردن دیگه نمیتونن که فرار بکنن. میگن نه، آیات در مورد حضرت علی بوده در قرآن، اما این پدر سوختا، این خلفای اهل سنت اینا اومدن اینا از قرآن حذفش کردن، تحریفش کردن. بعد زدن باب تحریف قرآن در اصول کافی و در بهارالانوار و در بقیه کتاباشون، گفتن قرآن اصلی پیش امام زمان است، 17000 آیت هم است. یعنی وقتی که من میگم که امام زمان دین سراسر تناقض است، تضاد است، این با این میگم که امام زمانتون دین و دنیا شما رو خراب کرده، امین. وقتی که میگیم قرآن تحریف شده، قرآن اصلی پیش امام زمان است، پس از 1200 خورده سال هر چه شیعه‌ای که زندگی کردن و با این قرآن محرفی که در نزد ما مسلمانان هست زندگی کردن و اینو خوندن و به این عمل کردن، پس همه گمراهن. در کجای قرآن گفته که یا ایها الناس این قرآن تحریف میشه، بعد امام زمان میبره قرآن اصلی رو با خودش پنهان میکنه؟ اصلا این موهوم خیالی، این جنایتکار چرا قرآن رو برده؟ چرا قرآن 17000 رو با خودش برده؟ این باید محاکمه بشه. بعد در همه این مسلمان هایی که در 1200 سال بدون قرآن زندگی کردن باید در روز محشر از یقه این موهوم خیالی بگیرن که آقا تو غلط کردی، قرآن رو با خودت برداشتی بردی، ملت رو بدون قرآن ول کردی. ثانیاً وقت شجاعت و مردانگی و غیرت و جرأت نداشتی که از ترس پاره شدن شکم طبق روایات کافی و بهارالانوار که امام زمان از ترس پاره شدن شکمش فرار کرده، وقتی تو جرأت و شجاعت و مردانگی رو نداشتی، خب غلط کردی که امام شدی.
الله سبحانه و تعالی الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که رسالت الهی را ابلاغ میکنن، یخشونه ولا یخشون احدا غیره، از الله میترسن، غیر از الله از کسی نمیترسن. الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت که بلغ ما انزل الیک والله یعصمک من الناس، الله تو را حفظ میکنه از مردمان. این بی غیرت از ترس شکم پاره شدن قرآن 17000 آیتی اصلی رو با خودش گرفته رفته تو سرداب سامرا گم و گور شده، تا الان ملت در به در و خاک به سر، انقدر نامه میریزن تو چای جمکران این نمیاد. این همه یا مهدی ادرکنا میگن به داد اینا نمیرسه. دین مردم هم از بین برده، دنیای مردم هم خراب کرده. یک کمی رو عقلتون فشار بیارید. این سوالاتی است که هر شیعه باید از خودش بکنه. آه